اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اینچنین برای انکشاف تفکر تکنیکی نسل نورس هنگام ارائه پیام خود به مجلس عالی کشور از 26 دکبر سال 2019 سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان نموده بودند. این تشبس محض برای نسل نورس و جوان کشور بوده به رشد نیروی انسانی، پیشرفت اقتصادی و تامین رقابت‌پذیری کشور در عرصه جهانی روانه شده است. طبیعی است که پیشبرد ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق از جمله نقلیات، راهسازی، مهندسی، انرژتیک، صنعت و دیگر ساحه‌های مهم با آموزش علم‌های طبیعی دقیق و ریاضی ناممکن است. در همین زمینه امروزها در مؤسسه‌های عالی کشور با مقصد عملی سازی بندهای برنامه‌های دولتی و آماده نمودن متخصصان صاحب کسب استادان از امکانات‌های موجوده ثمرناک استفاده می‌نمایند. برای صنعت کنونی کشور ما متخصصان صاحب کسب ضرور است. برای آماده کردن این متخصصان آموختن فن‌های دقیق ریاضی و طبیعت شناسی خیلی مهم است و یکی از مقصدی تشکیل این آزمون هم برای مساعدت نمودن برای آماده کردن کادرهای صاحب کسب میباشد. همزمان به خاطر رشد تفکر تکنیکی و رشد جهانبینی علمی در جامعه مملکت و بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف با سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مملکت آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار می‌گردد که آن به رشد تفکر تکنیکی و جهانبینی علمی در جامعه بخشیده شده است. در دانشکده ما در این آزمون در قطار دانشجویان آموزگاران نیز فعالانه اشتراک میکنند و خصوصا در نومیناسیای اختراعکاری و نوآوری سال گذشته در سال 2025 دو نفر آموزگاران دانشکده ما با اختراعهای خود در این آزمون اشتراک کردند و با جایهای افتخاری سزاوار گشتند. از جمله در صنعت کنونی با سرعت مملکت این آموزگاران با اختراعهای خود یعنی کارکرد تکنولوژی‌های نو محصولات خوراکی از جمله و محصولات صنعتی ساحه صنعتی سبک اشتراک کردند. هدف اساسی این 20 ساله و آزمون علم فروغ معرفت پیش از همه بهتر نمودن صفت تعلیم، تهیه و جاری نمودن برنامه‌های تعلیمی زمانوی، اصول‌های پیشقدم تعلیم و بهادهی که بر رشد تفکر انتقادی زمینه مستحکم می‌گذارد به حساب می‌رود. در اساس این برنامه زمینه مادی تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی کشور از جمله دانشگاه و دانشکده‌های ولایتی سوخت با تجهیزات آزمایشی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، کتابخانه‌های الکترونی برای تعلیم و تحقیقات شرایط مساعد فراهم شده است. مسئله 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در جمهوری تاجیکستان که از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اعلان گردیده است، یک چند نقشه و چاره‌بینی‌ها دایر به انامین 20 ساله در دانشکده گذرانده می شود. بعضی ماده تکنیکی دانشکده پلی‌تکنیکی برای گذراندن آزمون‌ها بخشیده به 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی پر مهیا بوده. همه شرایط‌ها برای آماده نمودن متخصصان موجود می باشد. با تاکید سروری دولت امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی شود. پیشرفت با سرعت علم و تکنیک در جامعه معاصر دیگرگونی‌های کلی را به عمل آورده از مسئولین مؤسسه‌های تعلیمی میانه و عالی کشور طلب می‌نماید که در سمت از خود نمودن دانش‌های زمانوی تلاش بیشتر نمایند. در این زمینه به تاکید پیشوای ملت باید نورسان و جوانان با مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی رو آورده و تعلیم فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند.